مؤلف کشف النسب، از آقای حسن فولادی مؤلف کتابی هزاره ها به ترجمه عالمی کرمانی، از محمد عیسی غرجستانی. در این جلسه به نیکی یاد میکنیم، زحمات اونا را میستاییم، از شما تقاضا میکنیم یک صلواتی بر ارواح از اونا تحفه بفرستید با گفتن صلوات. خدا اونا را بیامرزه. بعد خدمت مبارک شما عرض شود. در بعد از او از زنده ها گپ میزنم. از جناب الحاج کاظم یزدانی که فعلا دچار یک مشکلی مریضی است، الحمدلله صحت یاب شده ولی صحت کامل نیافته. از خدا برشان صحت انتظار میبریم و آرزو میکنیم. از عزیزان قم، شخصیت های برجسته و بزرگوار قلمزن سرزمین مردم ما که فعلا مهاجر است، از جناب الحاج آریانپور که ما او را خوب دوست دارم، می نشینم باش نشستم، نظرات چرا گرفتیم، نظرات خود بهش انتقال دادیم. آدم بسیار لایق، شخصیتی بسیار محترم است. و از برادر بزرگوار فاضل کیانی و محمدی شاری، از اینها هم از زحماتشان تقدیر میکنیم و امیدوارم که انشاءالله بعد از این روابط همچنان مانند سابق دوستانه و برقرار باشه که بتانیم از نظرات همدیگر خوبتر استفاده کنیم. بعد خدمت شما میرسیم در ارتباط با کتابی که همکنون در اختیار ماست. جرم عبور کنم، زود زود گپ بزنم وقت تیر شوه. خب این کتاب من خوانده میره. کتاب نوآوری های زیادی داره. در امو 3 فصلش هر فصلش قابل تقدیره. و بعد هم در یکی فکر میکنم در یکی از فصلهاش روی دیرینگی اقوام از این سرزمین بحثای بسیار جالب داره. و ما در این قسمت شاید دوستای گرانقدر ما در جریان باشه، دکتر صاحب هم در جریان، دکتر موسوی منظورم است، به توسط جناب استاد ساکایی یک کتاب هم برای ایشان رای کرده بودم که البته تقاضا از ایشان بود، یا استاد ساکایی به خاطر دوستی که با ایشان داشت خواست یک کتاب برای ایشان هم ما اهدا کرده باشیم. ما پیرامون مسائل باستانی از این مردم صحبت فراوان دارم. و بعد هم این کتاب روی مسئله باستانی بودن از اقوام که در پیرامون خزر رفته، متاسفانه جناب آقای دلجو اونجا خاطر نشان میکنم. خزریا بسیار قدیمتر از اینه که شما در اون کتاب خاطر نشان کرده اید. من الان روی دیرینگی از این مردم با اسناد صحبت میکنم. در اوایل قرن 20 علمای تاریخ و باستانشناسی با وسایلی که در دست داشتن مدنیت‌های را در وادی نیل، دجله، فرات و دیگر نقاط مدنی آسیای غربی روشن نموده رفتن. اونا کار خود کردن. تمام اون جز دوره تاریخی است. یعنی تحقیقات یا کرده ما قبل تاریخ نیست، دوره تاریخی است و ثابت شده که اوایل عصر تاریخی در حدود 3500 قبل از میلاد است. و یک گپایی که من میذارم گپای وطندار بزرگوار ما جناب آقای کوزاد است. باز هم به کوزاد مراجعه میکنیم. پس از این در اثر اقدامات تازه تر که به ترتیب در بین النهرین و فارس از 1922 به این طرف در وادی سند و بلوچستان، از 1933 در شمال اکسوس ترکمنستان امروزی آنو نزدیک مرو و در 936 در افغانستان نادی علی شروع شد باستانشناسی و کاوش باستانی آغاز گردید. از حوزه های رودخانه بزرگ دجله و فرات و کنا یادآور شدم. نیل اینا شواهدی به میان آمده روی هم رفته در عمومیات یعنی در کلیات حوزه فرهنگی مشترکات زیادی وجود داره و در اثر مقایسه گپ ما اینجاست، در اثر مقایسه و مطالعات طولانی علمای بزرگ غرب قائل شدن، گوش کنید، که در دوره 4 تا 5000 سال قبل از میلاد
4 تا 5000 سال قبل از میلاد یک مدنیت بزرگ از وادی نیل و سواحل بحر مدیترانه تا حوزه های سند و گنگاب انبساط داشته. در اساس عمومی به هم مشترکند. در اختصاصات محلی هر نقطه طبعا نظر به موقعیت خود پاره ممیزات جداگانه داشت. من همونطوری که همه نوشتند و مخصوصا یاد یک برادری فعلا در جرمنی است، سلیمان راویش، شاید دوستای ما آشنا باشند با نامشون. او میگه کوزاد بیچاره بود، مظلوم بود، خب نمیتوانست اونطوری که دلش میخواست بنویسه. هر اون چی که دیکته میشد او مینوشت و این را دیگران هم گفتند. لذا در امی حوزه بزرگ 5000 ساله جناب کوزاد نام قبایل نبرده، نام اقوام ذکر نکرده. واضح میگم به شما دوستان، در اون زمان آریایی ها نیامده بودن. آریایی ها از 1500 قبل از میلاد تا 800 قبل از میلاد در این سرزمین تشریف آوردن. پس این حوزه مدنی، حوزه سامی، حوزه عبرانی، یهودی، عربی هم نبوده. یه حوزه مردمی بوده که نه آریایی بوده و نه سامی بوده و اینا را در تاریخ امروز باستانشناسا با نام قوم آسیانی میخوانند. آسیانی به نژادی از به نژادی از انسان گفته میشه که نه به قوم سامی ارتباط داشته باشه و نه به قوم آریایی و هند و اروپایی ارتباط داشته باشه. یک قوم کدام قومه؟ قوم سوم زرتپوستان است که از خود مدیترانه تا ساحل سند و گنگاو و ایرم تا سایه ترکستان روس اینا اقامت داشته، یک تمدن را خلق کرده و یک تمدن را آفریده. خب ما از گپایی که میگذاریم از جناب آقای وطندار خود، جناب آقای کوزاد که توان گپ زده را لوچ نداشته، سرپوشیده گپ میزده. میریم سراغ آرگریشمن انگلیسی، ببخشید تاریخنگار فرانسوی است. او میگه که همین قوم آسیانی حتی ما قبل تاریخ در سراسر آسیای غربی از بحر روم تا ترکستان روس و دره سیند پراکنده بودند. این گپ یک خارجی فرانسوی است، یک تاریخ نگار است، یک محقق است. بعد ادامه میایه، من شما میگم برخی دانشمندان در سر تشریح برآمدن این نژاد را قفقازی، خزری یا یافسی نامیدن. واژه قفقاز و خزر روشنه. برادر ما از خزر یک کمکی از این کتاب یک چند خط را خواند. و اینمیج یک سری ریاکاری اگه نشده باشه به نفع آقای دلجو که من فکر میکنم من ریاکار نیم، ولی یک سری حقایق هم میگم دیگه. خب واژه قفقاز و خزر در عبارت فوق معنای روشن داره، ولی در مورد کلمه یافیس کاشغری در دیوان لغات ترک به هنگام بحث از منشأ ترکان می نویسد. ترکان در اصل 20 طایفه اند. همگی از ترک ولد یافیس ولد نوح نبی است. بعد همینجا اکادمیسیان این یا مار خب این نظریه یافیسی بودن این تمدن وسیع، این حوزه وسیع تمدنی را تایید کرده است. خب ما فعلا از خارجی ها از این یامار و از پروفسور جناب آقای آرگریشمن تیر میشم. اجازه بدید در 3 نفر مسلمان نظر شده بگیم. توکل با خدا اگه وقتم از 20 دقیقه تیر شد باز مرا کلو فشار ندید. خب شما مردمایی که در دانشگاه هستید چندو خواخون و قدر زیاد مناسبات گرم ندارید و ایره گلامندانه میگم. بعد میرم استاد دکتر محمد ببخشید امی 3 نفر مسلمان هر کدام از استاد دانشگاهه
خب دکتر حبیب الله آیت اللهی معتقد است در گذشته‌های دیرین ساکنان فلات ایران را مردمی تشکیل می‌دادند که در اصطلاح آسیانی ها بودند. کهن‌ترین نام بر جای مانده در تاریخ و اساطیر حماسی ایران کاسی ها در غرب و سکاها در شرق ایران است. خب دکتر احمد خلیل‌الله مقدم باز هم یک استاد دانشگاه است. نوشته چند سال پیش در بغاز کوهی آسیای صغیر نزدیک انکارا پایتخت ترکیه یک لوحه سنگی کشف شد که به خط میخی و متعلق به کتیبه بود از تیره آریایی نژاد، خب که نزدیک 1400 سال قبل از میلاد میزیستند. دقیق در ساحات ترکیه آریایی ها 1400 قبل از میلاد حضور خود تثبیت کرده بودند در اونجا که این کتیبه را نویسانده اند. خب همونطوری که دیده شد این گروه های گسترده و سازمان یافته که عبارت از آریایی ها باشه با بومیان فلات ایران، بومیان کیه؟ اینا بومیان بهشون میگم، ایلامی ها، سومری ها، سگدی ها، سکاها و باختریان و در آمیختن و تیره بزرگ ایران را بنیاد نهادند. دکتر جواد مشکور چی میگه؟ در حدود 4 الی 5 هزار سال قبل از میلاد مدنیتی بزرگی از دره نیل و سواحل مدیترانه تا حوزه سیند و گنگ، ترکستان روس در کلمه ایشان نیامده، اما آرگریشبن ترکستان روس و سواحل سیردریا را هم در قلم آورده بودند. در شبه سیند و گنگ در شبه قاره هند گسترش داده. مردم این حوزه را نژاد آسیانی میدانند. آسیانی را ایشون باز معنا میکنه. آسیانی یعنی چی؟ همی آسیاییه یا ای آسیانی دیگه چیز است؟ این میگه دیگه چیز است. این اصطلاح با واژه آزیاتیک که به معنای آسیاس فرق داره. آزیاتیک خب یک بخش جغرافیایی و ارضی است. آسیانی به اصطلاح باستانشناسی به نژادی از بشر اطلاق می‌گردد که نه به دسته سامی تعلق داره، یعنی نه عرب، نه عبری، نه سوریانی و نه آشوری، نه کلدی، نه فنیقی، نه آرامی و با اونا ارتباط نداره و پس به هند و اروپایی هم تعلق نداره، به خاطری که هند و اروپایی در اون زمان در این سرزمین نیامده بوده اند. 5000 سال قبل از میلاده. بسنجید چی مقدار زمان در بر میگیره. اون زمان آریایی ها حضور نیافته بودند و تشریف نیاورده بودند. خب در اینجا جناب آقای دکتر محمد جواد مشکور استاد دانشگاه میگوید ببخشید یک بسیار اصطلاحی کیچه و از دان مبور شد، از امیال معذرت میخوایم پشتم تبصره نشوه. خب ببخشید آجوها کارم وقتم تنگ بود، دم تنگک میشه، باز زود گپ میزنه، باز کیچه عمر از پیشی بسیار مبخشید. خب ایشان میگه که امی جناب آقای استاد مشکور معذرت میخوایم که امی مردمی که یه حوزه کلان داشتن کیا بودن؟ اورارتوها، ایلامی ها، میتانی ها و سکاها از این نژادند. محمد تقی زهتابی که از نویسندگان و استادان دانشگاه تبریز ایران است. او نوشته میکنه برخی از تاریخ نگاران اروپایی سکاها را اجداد ترک‌ها دانستند. خب و ساک‌ها را در قدیم ساک‌ها را ترک‌ها می‌خواندند. یعنی پس از نسب اربعه بین ترک و ساکایی کدام تفاوت وجود نداره، مساوی، یعنی ترک یعنی ساکاها، ساکاها یعنی ترک. این به عبارتی استاد زهتابیه، استاد دانشگاه تبریز. و آی دبلیو پیانکوف ساکاشناس او نوشته اونجا که نام ماساگت که ساکایی هستند برده شود ترک ها مد نظر است. خب ترک ها مد نظر است. بعد خدمت مبارک شما که عرض شود آخر میاییم صاحب به یک تاجیک هم از دیگه استادای ایران و افغانستان و خب غربی ها گپ زدیم.
همین تاجیکستان هم همسایه ماست، نظری از او هم بگیریم. خب دکتر محمد دبیر سیاقی نوشته است: ترک عنوانی است که به همه اقوام ترک زبان ساکن سرزمین‌های میان دریای سیاه تا دیوار چین داده شده است، به اون که مفهوم نژادی از اون برآید. به اون که مفهوم نژادی از اون برآید. جغرافیادانان و مورخان اسلامی سرزمین ترکان و جایگاه تورانیان را یکی می‌دانند. سرزمین ترکان و جایگاه تورانیان را یکی می‌دانند. ترکان تورانیانند. ترکستان به معنای عام توران است. خب ما خدمت مبارک شما عرض شود بیاز خورا خواندم پیش شما، بعد در آخر یک چیز عرض بکنم. دوستای عزیز، اگر کسانی وادار شدن که تاریخی از این مردم بنویسن، خب جایگاه از را در تاریخ افغانستان خالی دیدن. شما رو به خدا افغانستان در مسیر تاریخ مطالعه کنید، جایگاه از اینا کجاست؟ خب افغانستان در 5 قرن اخیر مطالعه کنید، جایگاه از اینا در کجاست؟ من نمیگم قضیه ورزگان منعکس نکرده، تمام تاریخ از این مردم قضیه ورزگان است. اینا دیگر رجال نداشته. اینا حوادث در سرزمین افغانستان با وقوع نپیوسته که اینا هم در اون حوادث در خلق حوادث سهیم باشه. خب بعد میایم سرنوشته جناب استاد بزرگوار عبدالحی حبیبی تاریخ از این مردم در کجا صفحه‌اش نوشته است؟ بعد میایم خب نجیب الله توروایانا را پیدا میکنیم، خب یا حسن کاکر را پیدا میکنیم و خیلی زیادی از این شخصیت ها را پیدا میکنیم. در کدام صفحه چندم کتاب از اینها نام از این مردم ذکر شده؟ ولی یک وقتی که یک رندیده از این مردم خاص رنجای متوالی سالیان درازی را که بر سری از این مردم جز بلای نیامده، اگر قلم به دست بگیره چیزی می‌نویسه گناه است. و من فکر میکنم نه تنها گناه نیست، بلکه بازگفتن حقایق و روشن کردن واقعیت ها جز وظایف روشنفکرا، قلم به دستا، علما و همه کسانی که به شکلی از اشکال مردم دوستن، ملت را دوست دارن، مردم را دوست دارن، میخواین خب اینا را سهیم کنه. من به خاطری که همین جنابا یک سری گپ داره، دوستی آخون اینجا من اشاره میکنم، میگه به خاطر دفع دخل مقدر، یعنی احیانا اگه اشکالی باشه خب این پیشلو بوده زمین سازیم نه زمین اشکال میزنه، اشکال پیش نیه. هم اکنون من کتابی در دست دارم، پشتونها در حافظه تاریخ، و باز هم عرض میکنم کتابی در دست تالیف دارم، تاجیکان در پویه تاریخ، سوابق از دو قومه، خب شجاعت های از دو قومه، آفرینش فرهنگی از این مردمه، سوابق تاریخی از این مردمه، ما به نگارش گرفتیم. البته این دو کتاب بعد از اسلامه، البته این دو کتاب بعد از کتابی است که من نامی از او را نامه تورانیان باستان گذاشتیم، جلد دومش اسلامی عصر ظهور اسلامه. این جلد اولی که ما چاپ کردیم خب این ما قبل اسلامه، فقط در رتبه ها رسیدیم و یک گپایی از اسلام همونجا آوردیم و کتابی که پیرامون اسلام بنویسیم و انشاءالله تعالی در دست تالیفه به شمول از دو کتاب دیگر. ما وطندارای خود فراموش نکردیم، ما وحدت ملی را در نظر دارم. ما در همین دو کتاب خب اقوام دیگری که در افغانستان وجود داره، پشایی ها هست، خب نورستانی ها هست، بلوچ ها هست، ترکمن ها هست و خیلی از اقوام دیگر هست که اونها انشاءالله تعالی در ضمیمه دو کتاب از اونها یاد میشه. من فکر میکنم من به عنوان یک فرزندی از این سرزمین متعلق به همه اقوام از این سرزمین هستم، ولی یکی یک بخشی محرومین از این سرزمین
خب به نگارش گرفتیم و این را پوزش میخواییم. اگر اشکال سر ما باشه از همه به خاطر همین اشکال معذرت خواهی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تاریخ باستانی هزاره تشویقشان بخونید در خور کتابشان. به نام خدا، درود بر روان پاک شهیدان شاهد زمانه ها از اول تاریخ تا الان، اخصاً شهیدان گلگون کفن کربلای افغانستان، اساتید، علما، دانش پژوهان، سروران، عزیزان، خواهران، برادران، سلام و سلامتی ارزانی همه تان بود. تشریف آوری شما را خوش آمدید میگویم و از همه تان ممنون و سپاسگزارم. بازم اساتید چانس داشتن 20 دقیقه و نیم ساعت وقت داشت، بر از من 10 دقیقه. منتها من تشکر ویژه دارم از دکتر صاحب موسوی، دکتر صاحب احمدی، استاد پیشکسوتم، استاد ناطقی که ما را قابل دانستن و در اینجا هم صحبت کردن. منتها یک مسئله را من خدمت دکتر صاحب موسوی تذکر میتم، اویی که برای ما نسل سوخته، مخصوصا برای ما جهاد دکان نبوده، خون، بارود، آتش، ایثار، زندان بوده و این دکانم در روی ما بسته نشده. تازه اتفاقا یک نویلستی خاص نسبت به او اذیت دارم و او اخلاص و سمیت کو زمان بوده. دکان جدیدم که باز کردیم برای ما فایده نداشته. من 5.5 سال درگیر با مسئله تحقیق بودم. پیش از اون من کار میکردم، $4,000 افتر تکس نت پروفیت داشتم که 5 سال شما حساب کنید چند میشه. یک تذکر بود. بعد در ارتباط کتاب من میخواستم که در این 3 فصل صحبت کنم که این کتاب ما در 3 فصل است: خدمت تاریخی، منشأ نژادی و وجه تسمیه هزاره، که متاسفانه وقت نیست که خود کتاب معرفی شود که خب در فصل‌های چی بوده. که در فصل اول خب ما مدنیت‌های باستانی ما قبل آریایی را سرش بحث کردیم که قبل از ظهور مهاجرت یا تجاوز آریایی ها در این ساحه تمدنی انسان‌های هم زندگی میکردن، مدنیت‌هایی بودن که مدنیت‌های اینو، سومر، سوخته، ایلام، مندیگک، تپه فلول، موهنجودارو و هاراپا، اینا شاهد زنده بر این مدعا است که قبل از آریایی ها، هزاران سال قبل از ظهور آریایی ها، انسان های متمدن در این ساحه زندگی میکردن و مدنیت های بسیار پرشکوهی را از خود به یادگار گذاشتن که در این کتاب مفصل آمده. بخش دیگهش در ارتباط کاوش های باستانی است که در افغانستان صورت گرفت. اگرچه کاوش های باستان شناسی زیاد نبوده ولو کم، اما خب روشنی بسیار زیاد در زمین های مختلف داده. مثلا باستان شناسانی که در شمال و جنوب هندوکش کاوش‌ها داشته، در دره کور بدخشان، هزارسوم سمنگان، غار قره‌کمر، آقتیپه در شمال و در جنوب هندوکش خدمت شما عرض شود، البته مربوط به باستان میشه. در جنوب هندوکش در غار چلستون بامیان و دشت ناور غزنی. خب در قسمت جنوب هندوکش خب اینا در اثر مثلا کارتنکان امریکایی در سال 1956
از غار چلستون بامیان اسباب وسایل انسانهای عصر میانه سنگی را به دست آوردن که اینا در غار زندگی میکردن، توسط شکار امران معاش میکردن. عصر میانه سنگی را علما عمرش از 40,000 تا 100,000 سال رقم زده. یعنی انسانهای عصر میانه سنگی در اینجا زندگی میکردن. عصر میانه سنگی به این معنا که یک مرحله متکامل از انسانهای عصر پارینه سنگی است. بعدا انسان دانشمند دیگه باستانشناس مشهور امریکایی لوی دوپری، ای در دشت ناور غزنی اکتشافات داشته. کاوش‌های باستانشناسی ای باستانشناس منجر به کشف وسایل ابزار کار انسان‌های اولیه عصر پارینه سنگی شده که عصر پارینه سنگی عصر پارینه سنگی زیرین که عمرش از 100,000 تا 2.5 میلیون سال است. خب این ابزار و وسایل زمانی که در لابراتوار رادیو کربن میشه عمرش 200,000 سال تشخیص داده میشه. خب ابتدا به ساکن نبوده، یعنی ما این معناست که از میلیون سال انسان در اینجا زندگی میکرد. این منطقه مسکون بوده که در این رابطه شما در کتاب چیزای بیشتر میفهمید. و بعدا مهاجرت شروع میشه و اقوام شکل میگیره که بعد در این کتاب چیزای شما خواهد یافتین. و در این زمینه من نوع شکلگیری قوم هزاره‌ای که در طول هزاران سال در اثر اختلاط و امتزاج با مهاجرین و اقوام مختلف بالاخره یک قوم جدید با فرهنگ و هویت جدید شکل میگیره که هزاره هاست. در این کتاب در فصل دوم وجه تسمیه هزاره است که ما در ارتباط می غلط مشهور که هزاره را معنی فارسی منگ مغولی میدانه و معتقدن که چون چنگیزخان عساکر خود در دستای 10 نفره 100 نفره و 1000 نفره تقسیم میکرد که سردستایش دباشی، یوزباشی و منگباشی میگفتن و تعداد اعظمی دستای 1000 نفری ماندن و هزاره از اوستک. برای رد از این نظرات بسیار زیاد آمده که دوستا چی میکنه و بعدش هم سر وجه تسمیه هزاره که چون در ترکیب قومی هزاره یکی از اقوام بزرگ ترک خزرها سهم بسیار عمده داره که توسط تحقیقات ژنتیکی می به اثبات رسیده. اصلش قوم هز است. از نگاه اصطلاحی ترکی همیشه الف آر وابستگی قومی را میرسانه. قاج آر قاجار، تات آر تاتار، از او جمله خز آر یا هز آر. منتها چون این وقتی که در سایه روسا هی تلفظ نمیتونه ایره خی میشه، همین هزار تبدیل میشه به خزر. زمانی که اینا در مناطق هزارستان می خوب هزارا هی تلفظ نمیتونه الف محمد حسین محمد حسین مگه به می اساسی هزار خزر اینجا هزار ایمه هزره ایمه اینجا مش هزره و یک چیز است که با در کتاب شما و از طرف چیز دیگه هم که اسامی هزارستان شما مثلا در تاریخ میخونید ستاگیدیا یکی از نامهای هزارستانه. خب 5000 سال از او جمله تتگوش در زمان اخامنشیان است، بعدش پروپامیزاس، بعدش هم اوگشانلی در زمان کوشانی است. این معنای چیه؟ معنایش است که این مناطق مسکونی به اعتبار مردم از این ساعت در تاریخ آمده. اگر ما بلخ ام البلاد داریم به خاطر که مردمان متمدن در این ساعت زندگی میکردن که امروز بلخ به عنوان یک شهر بزرگ تاریخی در گذشته آمده. به می اساس تتگوش شما در تاریخ هخامنشیان مراجعه کنید، مثلا از تتگوش به وفرت یاد میشه. حتی در تخت جمشید وقتی که اقوام مختلف آمده هدایا را در خشایارش آورده، از او جمله اقوام تتگوش هم بوده که هدایا تقدیم کرده. حتی در تاریخ خشایاران میخونیم که تتگوش وقتی که طغیان میکنه عصیان میکنه اخامنشیان اینجا لشکرکشی میکنه از این حرفا. در فصل سومش منشأ نژادی هزاره صحبت شده، برای علیه آزمایشات ژنتیک بحث کردیم که اینا برگرفته از مجله پولسوان و همچنان مجله هیومن ژنتیک ریسرچ که دوستان میتونن در کتاب دش پیدا کنن. و در فصل سوم امی تئوری که هزاره ترک تباران و زبان مادریشان در قدیم ترکی بوده نه فارسی بس شدن و بعدا یک بحث‌های زبان شناسی شدن که ما به طور مثال یک دو بیتی میگم که به عنوان حسن ختام یک کم حال مجلس به اصطلاح حالت گرفتگی بره. میگه بیشی کندوچه چیجین شی پسکی جورا سنگ اوغور کما امسکی.
قطعش گوده سید عدلی، اونگهش پیک، پیچایش مارزنگی. شما فکر کنید بیه، کندو، چیجین، جور، اوغور، قطع، گودای، عدلی، اونگه، پیک، پیچه، بیشتر از 12 واژه ترکی در اینجا وجود داره. و با در این زمینه بحث شده و ضرب المثل دو بیتی آمده. مثلا در ضرب المثل در دو بیتی های زرگی گفتم، در ضرب المثلش مثلا مگه که چاپوش که تشکی تاکه رفت الغو میزیه، یا مگه مثلا خب چاپوش تشکی تاکه الغو، یا مثلا میگه که مگه قوقری که از ببخشید برگوش که از گوشنگی سولچی کنه قوقری رو نمخوره. برگوش، سولچی، قوقری که در این زمین آمده وقت نیه و دیگه در ارتباط اناتومی بدن بیشتر از 30% نامای ترکی داره. اسباب و وسایل کار هزارا هم امروز 30%ش نامای ترکی داره. مناطق هزاراجات شما اگر یک سیر داشته باشین میبینین که نامای ترکی ده خود هنوز حفظ کرده. اما تو مثلا گیاهان و درختان، اسامی حیوانات و پرندگان اینا همه چیست. و بعدا پسفنداست. شما توجه کنین پسفندای فارسی را همه میدانن، اما در گویش هزارگی پسفندای آمده که هیچ ربطی به زبان فارسی نداره. اینا تصادفی نیست. مثلا جی، خب کی میتونه بگوید که جی پسفند فارسی است، در حالی که هزارا در گویش خود به فورت یاد میکنه. ارخلجی، استلجی، اوچلجی، دوتلجی، مثلا دلجی. دلجی یک پسفند دیگه است که هزارا در گویش خود با وفرت استعمال میکن، در حالی که پسفند فارسی نیست. قوشدلجی، دوتدلجی، چقرادلجی و مثلا ده پسفند ده، ما پسفند به نام ده در فارسی نداریم، در حالی که در گویش هزارگی جغلده، جغده، ترقکده، قرتکده. حالا برو مثلا پسفند چلو، ما پسفند چلو به فارسی نداریم، در حالی که در گویش هزارگی بیری چلو، قلغی چلو، آدم چلو، سیال چلو. ما بیشتر از این مزاحم نمیشم. یکی دیگه ما درباره کتاب زیاد گپ بزنم، باز کتاب نمیخرین. ما تشکر میکنم از کلتون، واقعا ممنونم، و مخصوصا از برگزار کنندگان محفل، از مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، از جامعه باز، از مؤسسه نشرات امیری و از اساتیدی که اینجا تشریف آوردن. یک جان ممنون. ما مخلص همه هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب تشکر ماندن
درسته من درستم از دکتر بالا من آشناسم درسته در خدمت خیلی تبریک میگم امیدوارم مسلمان کنه کارتون ادامه بدین سایه عرصه سیاست پولیمیک همیشه وجود داره پولیمیکا رو ناشنیده بگیرین ناخوانده بگیرین خدا نگهدار شما اوه سشما خوبه خوب بسیار خوب که اصلا همسایه باشه دیگه دوست ما بسیار خوب دیگه خوب است خدا رو شکر ممنون لطف کردید Yine mi duyacak bir tane? زود امضا کردن دیگه طاهره Şams. شمس Bəli, Şams. بریم بریم وقت من نیست هستیم بالا خب من یک جان نام فرصت شد خدمت بگیم یک جان نام فرصت کافی نبود که ما زحماتشون رو بیشتر علاقه شما حاجی برو بگین جایی که مجاب کرد من هست گرفت جانا بخیر نمیز داده رفتم